مانس جان تویی، نور ایمان تویی، روشنای دلی کل انسان تویی. مانس جان تویی، نور الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در اینجا می‌فرماید که در زمان نبی صلی الله علیه و سلم دو برادری بودند که یکی از آن برادرش بگیم که طلب علم می‌کرد در نزد نبی صلی الله علیه و سلم و دیگرش با کار و طلب رزقش مشغول بود. این حدیث با کاملش میخونیم ان شاء الله. عن انس بن مالك قال كان اخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان احدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به. از حضرت انس رضی الله عنه روایت است که میفرماید بود میگه دو برادری در عهد نبی صلی الله علیه و سلم. این دو برادر در کار شاید شریک بودن، شاید که برادری چی بدن؟ یک پدر یک مادر بدن. مثلا که دو کس یک دکان هوی میکند میکشاید، در اونجا دو کس کار میکنند، دو نفر. وقتی که یکش کمتر کارش کمتر باشه یا مشغول دیگر باشد، اگر یک تا دیگه چی میکند غالبا مثلا غضب میکند، قهرش میاد که چرا من زیاد کار میکردم او کم کار میکرد. از گفتم خیلی بسیار میشود. فکان احدهما یأتی النبی صلی الله علیه و سلم، و دیگرش بود که در دکان در جای کارش که کار بگم رزق طلب عائله شونه بسیار کار میکرد، دیگرش نبی صلی الله علیه و سلم پیش می اومدن، یعنی که برای طلب علم. و الاخر یحترف، و دیگرش کسب میکرد. فشک محترف اخاه الى النبی صلی الله علیه و سلم، پس شکایت کرد همون کارگرش، یعنی که همونی که زیاد کار میکند، شکایت کرد برادرش رو به سوی نبی صلی الله علیه و سلم. پس گفت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم لعلک ترزق به، شاید که تو رزق داده میشه به سبب همون برادرت، یعنی که تو به سبب همون شاید که رزق داده میشه. اینجا بیان میشود که لعلک ترزق به، این حدیث دقتش بسیار نازک است که چون که طلب علم، این که طلب میکند اون فقط به خاطر خودش نه، طالب علم فقط به خاطر خودش طلب علم نمیکند، یعنی که علم حاصل کند بگیم که خودش استفاده کند خلاص، این خیلی نیست. اون طلب علم میکند تا اینکه به دیگرها برساند، یعنی که برای منفعتی عامه مردم استفاده میکند اون طالب علم. و دیگر که هست از این حدیث فهمیده میشود که به سببی که تو او دا بگیم نفقه میکنی، به سببی که اونو که دستگیری کردیستی تو برادرت یا که از کارهاش کم کردیستی که تو اینکه برای طلب علم کند، الله پاک در عمل تو برکت میتد، میگه نبی صلی الله علیه و آله. معنی حدیث شمی است، چون که اون میآید پیش نبی صلی الله علیه و آله که طلب علم کند. و دیگر که از الله عزوجل کارهای تو هم آسان میکنه به سبب این، چون که تو نفقه کردیستی و اجرت میته، هم صدقه حساب میخورد. و دیگر که هست فرق بین عبادت و طلب علم چی هست؟ چون که عبادت انسان برای نفس خودش میکند، وقتی که نماز میخواند، روزه میگیرد، دیگر کارهایی که میکند، اینها همش برای نفس خودش هستند. تسبیح میگه، ذکر میکنه، تهجد میخواند، هر کاری که هست برای نفس خودش هست. لیکن طلب علم خیلی نیست. طلب علم هر آینه برای جمیع خلق طلب علم میکند. پس انسانی که طلب علم میکند از اجل اینکه تعلیم بدهد مردم را، و الله سبحانه و تعالی در این دنیا ما و شما را خلق کرده است تا اینکه خادم در راه الله باشیم. از این حدیث فهمیده می شود که وقتی که یک نفری که میخواهد از یک عائله، از یک برادرها در راه الله بخواند، طلب علم کند، دیگرش هر آینه باید در کار اون بخل ناندازد، بگوید که تو میرای میخونی، راحت میکنی، ما اینجا کار کنیم. این اصلا ضد حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و آله است. تو وقتی که در خانوادت کسب و کار میکنی، الله پاک به سبب اون طالب علم در امر شما برکت میتهد، در کسب و کار شما برکت میتهد. و دیگر که صدقه جاریه میشود، دیگر که هست عالم در روز قیامت شفاعت دارد، شاید که سبب شفاعت بگردی. اگر رفته اون عالم به عمل باشد چی؟ اهل دوزخ باشد. مثلا رفته خیلی علما میشوند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفتن که از علم جهل خدا به سوی تو پناه میبرم، یعنی که علمی هست است که فایده ندارد، او علمی هست است که اون انسان نبرد به سوی گمراهی میکشد.
مثلا دفاع از ظالم میکند، مثلا یا که دفاع از یک ناحق میکند، گپی ناحق یا که میگد، یا که مثلا در یک جای میشه که ضد مسلمانان میبرن رو استفاده میکنن، این اهل دوزخ هست. اما انسانی که نفقه کرده باشد اگر، او هر آینه ثوابش میگیرد. او انما الاعمال بالنیات، با موافق نیت تو ثواب تا گرفتگی هستی. و در تحت حدیث نبی صلی الله علیه و یعنی که در اهل برکت، در اهل بگیم حکمت، در اهل بگیم شفاعت علاقه داخل شدگی هستی تو، اگر که اون عالم اهل جنت نباشد. اما غالبا طلب علم، خاصا علم شریعت، به خاطر الله می شود و به خاطر رساندن دین الله می شود و به خاطر منفعت عامه می شود. به همون خاطر در این خیر است باید بخل نشود و هر آینه نیت را نگرفتن به کار هست. والله اعلم و علم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.